سلام و درود هنرجویان نهایت عزیز. به جلسه دوم رایگان آموزش خوشنویسی بسیار خوش آمدید. در این جلسه می خواهیم نحوه تحریر حرف بی را بیاموزیم. حرف بی اولا از قسمت بالا به اندازه 1.5 نقطه بالاتر از خط زمینه به طرف پایین مایل کشیده شده و بعدا موازی با خط زمینه با تمام قوت قلم، یعنی که با نوک کامل قلم به طرف چپ کشیده شده و از قسمت انتهایش کم به طرف بالا رفته و در اخیر عمود رسم می شود به طرف بالا و نقطه ب 1 الی 1.5 نقطه پایین تر از خود ب تحریر می گردد و مربوط به مکانی که ب قرار داره و اطرافشان چی وجود داره تحریر میگه. امکان داره کمی از این نزدیکتر و یا هم دورتر باشه و 1.5 نقطه بالاتر از خط کرسی شروع میشه و قسمت تحتانی یا زیر آن به خط زمینه مماس. اگر کشیده باشه از 2 نقطه بالای خط شروع میشه و اگر کشیده نباشه از 1.5 نقطه و قسمت پیشرویشان یا اولشان متمایل به طرف راست و انتهایشان عمود به طرف بالاست و طول آن 4 الی 5 نقطه در نظر گرفته میشه که معمولا 5 نقطه می نویسن، اما بعضی جاها 4 نقطه هم تحریر می دارن که اندازه ب می باشه و قسمت ضخامت اون به اندازه 1 نقطه است که موازی و تخت تحریر می گردد. قسم گفتیم حرف ب از شروعشان به طرف راست متمایل و انتهایشان عمود به طرف بالا می باشه و اول و آخرشان باید در یک اندازه باشه، از یکدیگر بالا و پایین نباشه. و کشیده حرف ب و تفاوتش این است که اولشان از 2 نقطه شروع میشه و میلانش زیادتر است و طولشان 7 الی 11 نقطه تحریر می گردد. در قسمت نهایی از خط زمینه کمی به طرف بالا رفته و از عمودی که در حالت کوتاه تحریر می گردد از آن جلوگیری میشه، یعنی به طرف بالا عمود انتقال دادن نمیشه و ضخامتشان هم 1 نقطه می باشه. هنردوستان گرامی، این بود نحوه تحریر حرف ب و حرف کشیده ب که هم به صورت کوتاه و هم به صورت کشیده تحریر گردید. برای اینکه این حرف را بسیار به خوبی و زیبایی تحریر بتوانید باید از هر کدامش 1 الی 2 صفحه تحریر بدارید تا که اشتباهاتی که دارید به حد اقل برسد. اگر از این ویدیوها خوشتان آمد لطف نموده چینل را سابسکرایب نموده و لایک نمایید. در رابطه به این موضوع هر سوالی داشتین، پیشنهادی داشتین، لطف نموده کامنت کنین. انشالله که به زودترین فرصت جوابهای شما را خواهیم داد. با امید موفقیت و سرفرازیتان. تشکر بسیار زیاد از این که تا این لحظه با ما بودین.